دستای یارو کیفیت 4K قشنگ سکسی. نمیدونم الان داستان چیه. اونا ادیت میزنن. همین معلومه ادیت حرفه‌ای میزنن با پریمر. با ادیت کیفیت و کسکشا میبرم حالا. سر کلی اسمی. برو همین دور روزا مرگه. ساعت 11 اما میخواد مستقیم واجی برو ببینیم ما یارو بازه فامیلمون یه بستنی بزنیم. مستقیم برو بسته ساعت 10 میام بسته بود. دفعه گفت ما تا 11 12 بازیم. حالا برو ببینیم همینجا باشه. بسته است. بازه؟ نه بابا بسته است. اینا بستنی آبیمون نه بسته شاپتی چی سوری هم داره براش؟ همیشه بسته است. بابا میدونی چند متره؟ میگم مال خودشون یا مال خودشونه. کی میشه؟ تقریبا پسر دایی. واجی من این چیزشو ببینم. ببینم توی گوشی چطور میشه. واجی ولی خیلی خفنه اون. نگاه نمیلرزه اصلا. این تو کجش هم چپ و راستش هم میکنم سکسی. چیز داره مختلف. مثل این برای فیلم برداری ساده. یه مدار دنبال میکنه. داخل یوتیوب دیدی که تور میرن فیلم میگیرن. آره جدی میشه میگم. من راجی ناموسا یکی بیاد ببرتم خدایی حالا خرج من 180 تومن آرایشگاه میرم و رفتن کلیپ درست کنی من بعدی میگه که گفت وسیله ندارم. وسیله با همین تورا فعلا بریم مثلا. نه حاجی وسیله آدم داشته باشه خیلی تاثیرش بیشتره. بابا حاجی دوربینت فوکوس کرده ایور چاکش با چی جوستیکش بچرخه بایی؟ نه بابا دوتا زدم روش او فوکوس کرد اونجا ناموسن. آره دوبار بزنی نگهداری علامت قفل میاد. بسکش نه نگاه کن اینجا دارم میچرخید اون طرف. یه دکمه داره اینجا میاد مثلا دکمه داره اینجا؟ مثل مال دسته. من اینو ندیدم. بسکشه حاجی اونجا رو گرفته بود ادیتوریش میکردم دیدم بازم میره اون طرف. نه دوبار رو دکمهش بزنی خب آره دوبار زدم رو تصویر ریست میشم یا رو زاویه اصلا. بابا هی میزنم دوباره سلکت میکنم میگم نیوز سابجکت سلکتد. هیچی نه بزنی همون دوبار که بزنی دیگه برش این تو ویدیو دیدم گسکش داره یارو میگیره گفتم بابا گایش داشت دیوار رو میگرفت. میفتی حالا خوب که میفته باز بهتر میشه افتاد این نوراش بابا 40 تومن پولش ناموسن خوب میندازه. بعد ادیت میکنن راست میگی اینا ادیت میکنن قشنگ که حاجی ادیت داستانش چیه بلدی کامل؟ ما کامل بلد باشی خدا تو من در میاری باز. بابا من دیدم اینا که ادمینای اینستا هستن یه پستی مستی ادیت میکنن. بابا 25 تومن بهشون میدن. بابا در دیدون چیزش 500 تومن میگیرن. ادمین اینستا که مثلا پیج یارو میده بهت جوابشو میدی 4 ساعت در روز 4 ساعت نه بیشتر. صبح فقط مثلا بهت میگی یا صبح یا عصر جواب میدی. تجربه داشته پیدا کردم خواستم برم دیدم ادیت میخواد.
گفتم با ادیت بلد نیستم ادیت حرفه‌ای هم میخواد نه ایشون. گفتم کاش یه ادیتی بلد بودم حاجی میرفتم ادمین نیستم 25 تومن ناموسم گفتم 20 یونیسوی برو با یوتیوب این یوتیوبرها میتونن کار کنن حرفه‌ای باشه اونا بهت پیام کجا بریم الان؟ مستقیم برو بابا اینجا چهارراست کس خدایی برچه نمید اوه افتادیم تو ترافیک اوه ترافیک هستم بابا با چه قطع میشه؟ دکمه سمت راستی رو دکانش هم اومد بیرون بابا دیگه هم قطع کنیم داشته شاید یارو میذاره توش واسه پاره نمیشه اوه از اسنپه هم برو اسنپ کار آجی تو فکرشم من برم یه دونه موتور بگیرم بابا این نینجا 4 سیلندر دارم تو اسنپ کار کنم کس کن موتور به درد کرایش کمتری چیزه باشه ولی بابا سفارش ها بیشتری ترافیک هم نداری گواه چیکار میکرد رفیقم؟ داخل اون موتور داشت اگه هوندا داشت 125 داخل پی کار میکرد اون موقع 3-4 سال پیش 8 تومن بهش میدادن موقعی که میرفت سفارش رو تحویل بده برگشتم یه اسنپ میگیره سرویس اسنپ اونم میبرد 8 تومنش میشه 18 تومن 8 ساعت در روز کار 2 ساعتیه چیه؟ جدید باز شده چی داره توش؟ بود فسودی دیگه نه فسفوده؟ ماشین دوزیده اینو نمیاد دوسته اونو میدوسته کیلو سگ نگاه شد این موتورها اسمین موقع 80 تومن بود خریدیم یادمون نیست فکر کنم 7 تومن خرید اینو 5 تومن گرفتیمش 5 تومن هم قسط بندیش میکردیم ماه 15 تومن میدادیم 15,000 والا نگو زنیم تو میخوام اینا میگم تو راه رفتن چجور میافتن یه حاجی ماشینش از اینجا بود تا مثلا پراید قشنگ کامل رنج روور 2024 گنده بابا ناموسن اینجا بود مرداد ماشینش اندازه پراید خود دیدی مرداد دیگه حاجی رنج روور اومدن اینجا وایساد بعد مگه مرداد میتونه رد شه اینو گفتی 1000 بار دنده بگذار بابا یارو عربی همسایه اومد یارو اصلا سعودی بود نمیدونم کجایی بود عربی بود حاجی اومد آینه ها رو خوابوندن انقدر فاصله بود آینه ها رو با اینکه خوابونده بودن بعد هم کردی آره یارو رد کرد مرداد پارک کرد طرف ردش کرد مرداد هم میزد به طرف اگه بابا دیامیتو نمیخوایی بریم چیه؟ سوشی میده چیه؟ سوشی میشی غذا کره چقدر؟ بودجه میرسه یاده زیاد نیست اومد بابا چقدر میارزه یا نه؟ دیگه نرماله 300-400 کسکش 400 تا این نادرید بخوریم نه نوده بابا نادره دیگه اون کمتره اون 200 تومن از با میشنه بابا پول داری بریم کیه میشناسیش؟ ها؟ شیرم چه میدونم چی دست کن داد کسان داشت نگاه میگه بعد من میشناختم
ما تو برنامه این هر شب ما کیم و خدایش ماشین کجا گذاشت؟ قصه میکنم این کوچه بود بابا اونجا همش خونه بود ملک کودک بود بری برگردی من بعدی بود شرفتی تو میخوام بری توی چوب ماشین دار میکنم لرزش نداره کسکش بابا چقدر گرفتی شیران؟ 40 تومن گفتی؟ آه بردم که رفتم رم بگیرم واسهش این در آوردم بهش نشون دادم حالا چرا صفحه کاش کم گنده تر بود صفحش دیگه بزرگترینشون اینه کوچکترش بود دوربینش هم ضعیف‌تر چی میشه دید؟ گو نگاه کن الان تاریک